این آگاهی 4 ماه می شود در درآمدگاه کارخانه صنعتی نصب شده است. تا 4 ماه پیش یکی از کارخانه های فعال کلوب به حساب می رفت. خوراک های گوشتی استحصال می کرد و از ولایت سوخت تا شهر دوشنبه مشتری داشت. حالا این کارخانه فعال نیست. شبکه های برق قوه برق این شرکت را خاموش کرده است. رهبریت برق مالکان کارخانه را در دزدی برق متهم می کنند. این مشتری را با تمام مواد دلیل با پروکراتور گنرالی پیشنهاد کردند و با پروکراتور منطقه هم پیشنهاد کردند طریق رسمی و تفتیشات نشان میده که گناهگار هست یا نیست. یعنی کاربری رفته است حوزه خاموش کنیش ضرورت پیدا شد از طرف ساختار بالایی ما مقصد با ما وای شد. اما رهبریت کارخانه آریان رستم دزدی برق را رد کرد. آنها از بالای شبکه‌های برق تا دستگاه پرزیدنت شکایت برده اند. معاون رئیس ولایت ختلان در پاسخ گفته است که کارخانه آریان رستم در بالای شبکه‌های برق 662 سامانه پول دارد. او در دوام پاسخ رهبریت کارخانه را توصیه داده است که به دادگاه مراجعت کند. در کارخانه آریان رستم تا روز فعال بودند 36 نفر کار میکرد. برق‌های ما را خاموش کردند و اگر برق به ما ندهند همین حسیب‌های ما زیاده از 3.5 تن همش ویران شده می‌رود. حکومت شهر کلوب سال 2022 را سال رشد صنعت اعلان کرده است. در سالی که برخی کارخانه‌ها از رشد کردن باز مانده اند، ولی در شهرداری از زمینه‌های مساعد صنعت کنانی میگویند. همچنین ما اقدام گرفتیم که در شهر کلوب سال 2022 را سال رشد صنعت اعلان کنیم. خب بعد تذکر داد باید تذکر داد که برای تامین رشد صنعت زمینه‌های مساعد داریم. پرزیدنت در یک پیامش سال 2022 و 2026 را در تاجیکستان رشد صنعت اعلان کرد. او ضمن یک ملاقاتش با راهبران شهر و نواحی ولایت ختلان از آنها انتقاد کرده بود. حالا که در وقت تعیین کردن هر کدام شما راهبران شهر و نواحی من تاکید کرده بودم. نمیتوانید امروز جوره خوری کنید. پرابلم کادری نیست. این نشانه آن است که با صاحبکاران سر کار نداره، مناسبت نمیکنیم. نه اینکه با صاحبکارای وطنی و خارجی. هرچند در کلوب از رشد صنعت حرف میزنند، برخی از صاحبکاران میگویند که حکومت محلی در عمل چیزی نمیکند. عملی که باید از فعال کردن کارخانه آریان رستم آغاز میشد.